بچه رو برای خدا تعریف کن، برای رب تعریف کن چی میخوای. بعضی مادرها میدونی چی تعریف میکنن؟ بچه‌ای میخوام که خوشگلتر از همه باشه تو منطقه، چشمش اینطوری باشه، گردنش غزالی باشه، چشمش گاوی باشه، ساق پاش اینطوری باشه، رنگ موش اینطوری باشه. و همه چی گفتی، چی کم میاد؟ بگو خدایا فرزندی به من بده، حتما پسر باشه، حتما پسر باشه. بگو خدایا فرزندی به من بده، فرزندی، نگو دختر پسر، فرزندی به من بده که سالم در جسمش باشه. حتما مسائل ژنتیکی رو برید، حتما آزمایش رو برید انجام بدید. خدایا فرزند سالم، راهش اینه که برید آزمایش بدید مسائل ژنتیکی رو. خیلی کمک میکنه. فردا این بچه معلول رو دست میمونه، شرمنده خدا و این بچه میشید، ولی جنایتکار خودت بودی. صالح در اخلاقش باشه، مصلح و مفید برای جامعهش باشه. اشکال نداره خوشگلم باشه،